الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال میکنند که یک جوان در حربی حالا در حالت خدمت است، در حربی طاغوتی، البته مجبوراً برده اند. جوان نمازخوان مسلمان است، اما در حربی قانون گذاشتند که هر کسی که نماز میخواند از 2 سال تا 6 سال باید حبس شود. یعنی نماز خواندن رو به تمام در حربی ها منع کردند. تماما ممکن است که کسی نماز خواند و چندین کس نماز خوانده است، اونها رو به این حد اذیت دادند و به مشکلی دچار کردند. پس این مسلمانی که مجبوری به حربی خدمت وطن طاغوتی رفته است، مجبورا رفته است، چگونه نماز خود را ادا بکند؟ اولا میگم که به اتفاق 4 مذهب کسی که به این چنین حالت ها گرفتار می شود، در قسم لشکر است یا که در حالتی است که مثل زندان است، مثل حبس خانه است، یا که برای لشکر می رود، نمازش را قصر می خواند. یعنی سنت های نماز را نمی خواند و نمازهای فرضی 4 رکعته را 2 رکعت می خواند. مثلا نماز بامداد را البته سنتش را می خواند، خیلی که در این مسئله حدیثی صحیح از عایشه رضی الله عنها مادرمان روایت شده است که امام بخاری روایت میکنند که رسول الله سنت نماز بامداد را هیچگاه ترک نمیکردند. پس سنت نماز بامداد را میخواند، فرضش را میخواند، اما در نماز پیشین فقط 2 رکعت فرض میخواند. نماز عصر 2 رکعت فرض و نماز شام 3 رکعت فرض و نماز خفتن 2 رکعت فرض و 1 رکعت ویتر میخواند و با همین نمود اختصار میکند و البته کوشش میکند که هر یک نماز را در وقتش خواند. اما اگر نتوانست که در وقتش خواند، ممکن هست که مثلا در وقت نماز پیشین نماز عصر را خواند، یا که در وقت نماز عصر نماز پیشین را جمع میکند بین 2 نماز، یا تقدیم یا تأخیر، یا که نماز شام را به خفتن، یا که نماز خفتن را به شام، به نماز مغرب را در آخرش میخواند و نماز خفتن را هم میخواند، یا که نماز مغرب را تأخیر میکند و به نماز خفتن یکجا میخواند. بارک الله فیکم. پس با این نمود کوشش میکند که نمازهایش را ادا نماید. بارک الله فیکم.